یکی از عجیب‌ترین اتفاقات و داستان‌های مذهبی مربوط میشه به یه نامه‌ای از شیطان که توسط یه راهبه نوشته شده که تا همین چند سال پیش به مدت 300 سال نمیتونستن رمزنگاریش کنن و بفهمن چی نوشته شده. سلام، خیلی خوش اومدین به ویدیو. تو سالهای 1600 میلادی مردم خیلی به خدا و شیطان و فرشته‌ها و کلیسا و اینجور چیزا اعتقاد داشتن. کسایی هم که تو کلیسا کار میکردن مثل پدرای روحانی، راهبا، کسایی که کلا خدمت میکردن اونجا مثل فرشته بودن براشون و خیلی محترم میدونستنشون. آدمای مذهبی و معتقد اون زمان برای که حالا دین خودشون رو به خدا و مذهب یه جورایی ادا بکنن می اومدن دخترای خودشون رو وقف صومعه و کلیساها میکردن که راهبه پرورش بدن. این ویدیو هم در مورد یکی از همین دخترها هست که هدیه داده بودنش به صومعه سرا که بشه یه دونه راهبه، ولی توسط شیطان تسخیر میشه و یه سری اتفاقا میفته که اونا رو بهتون میگم. خواهر ماریا تو سن 15 سالگی وارد صومعه میشه و ویژگی که اینا بعد به دست میآورن این بوده که طرف نجیب بشه، با کمالات بشه، در واقع سر به زیر بشه، عفت داشته باشه، ساکت باشه کلا. بعد همیشه اینا در حال عبادت و راز و نیاز بودن، حتی موقعی که غذا میخوردن. فقط موقعی که خواب بودن هیچ کاری نمی‌کردن، استراحت می‌کردن. خواهر ماریا خیلی سریع با شرایط خودش رو وقت میده، اوکی میشه، میره تو گروه کار صومعه عضو میشه و همه چی رو یاد میگیره. بعد یه استعداد خیلی عجیبی هم که داشته اینه که زبان خیلی زود یاد میگرفته. تو چند سال زبان لاتین و عربی و یونانی رو یاد میگیره و میشه متخصص زبان اونجا. میگذره و بعد چند سال یواش یواش موقعی که عبادت میکرده، کتاب میخونده، تو گروه کور بوده، هی مدام بیهوش میشده. یا وقتی میخواسته ارتباط با دوستاش برقرار کنه پرخاشگر شده بوده، رفتاری عجیبی از خودش نشون میداده، جوری که دوستاش میگن این در واقع داره تسخیر میشه توسط شیطان، روحیاتش، شخصیتش شیطانی شده. این شایعه های گوش به گوش میشه تا میرسه به خود ماریا و ماریا هم باورش میشه که آقا نکنه واقعا مثلا شیطان داره منو تسخیر میکنه، یه اتفاقی داره برام میفته. بزرگترها با تجربه های صومعه، پدر روحانی اونجا میان مثلا بهش کمک میکنن، یه برنامه عبادتی بهش میدن که شیطان ازش دور بشه، ولی این اتفاق نمیافتاده. یه روز تصمیم میگیره که پاشه بره پیش پدر روحانی اعتراف کنه. تو فیلم‌ها دیدین دیگه، وقتی میخوام بهشون اعتراف کنن، توبه کنن، میرن توی دو تا اتاقی که خیلی کوچیکی، یه دونه حالت پنجره بینشونه، اون شروع میکنه اعتراف میکنه، پدر روحانی هم از خدا براش طلب آمرزش و اینجور چیزا میکنه، بعد میگه آمرزش تو طلبیده شد، تو بخشیده شدی، اونم پا میشه میره بیرون. حالا ولی این اتفاق بین ماریا و پدر روحانی درست پیش نگیره. ماریا موقعی که داشته صحبت میکرده، وسط صحبت کردنش یهو تون صداش کلفت میشه، صداش تغییر میکنه، یه سری رفتارهای عجیب غریب از خودش نشون میده و شروع میکنه بد و بیراه و فحش و اینا دادن به پدر روحانی و مقدسات و خدا و هر کسی دیگه بوده. بعد تا میان جمع جورش کنن از هوش میره. بعد از یه روز که به هوش میاد هیچ چیزی یادش نمیاد از زمانی که دقیقاً صداش تغییر شکل داده بوده و شروع کرده بوده بد و بیرا گفتن. اینجا بوده که دیگه همه مطمئن میشن ماریا تسخیر شده توسط شیطان و یه شیطان برنامه‌ای براش داره که از خدا دورش کنه، یه اتفاقی براش رقم بزنه. فشار هی بیشتر میشه، عبادتاش بیشتر میشه، بیهوش شدناش بیشتر میشه، تا اینکه یه روز موقعی که دوستاش داشتن توی گروه کور تمرین میکردن میبینن ماریا نیومده، حدس میزنن که به خاطر که بیهوش میشده، خسته بوده روزهای قبلش، نتونسته بیاد. همینجوری که همشون داشتن تمرین میکردن یهو صدای جیغ و فریاد و اینا میاد، اینا میریزن میرن تو اتاق ماریا، میرن ماریا اینجا نیست، صداها رو دنبال میکنن، میبینن صدا از توی سردابی میاد که چند سال درش بسته است و چند سال اصلا اونجا رفت و آمد نمیشه. همه میدونن، میرن بالا سرش، خیلی‌ها میترسن از چیزی که دیده بودن، فرار میکنن میان بیرون، میبینن که ماریا با یه صورت خیلی پریشون و سیاه شده با جوهر افتاده رو زمین، حالش خیلی بده، یه نوشته خیلی بزرگ چند صفحه‌ای هم رو پوست حالا یا کاغذ دقیق مشخص نیست نوشته شده بوده، بغل دستش افتاده بوده. دیگه اینو برمی‌دارن میارن بیرون. بعد که یکم حالش بهتر میشه ازش میپرسن، میگن چی شده، تو چرا اینجا بودی، چه اتفاقی افتاده؟ خودش تعریف میکنه، میگه شب که همه خواب بودن، خودم هم خواب بودم، یهو کلی شیطان اومدن دورم زدن،
و یه دونه رئیس داشتن که با هم حرف میزد، میگم از طرف لوسیفر از جهنم اومدن و به زور منو بردن توی سرداب. با اینکه همه جا تاریک بود، هیچ چیزی رو نمیشد ببینی، من کامل همه چی رو میدیدم، راحت میتونستم بنویسم. کنترل دستم دست خودم نبود، اون رئیس میگفت و دستم خودش مینوشت. میان نگاه نامه میکنن، میبینن که اصلا به هیچ زبانی تو دنیا نوشته نشده، نمیتونم بخوننش. تنها چیزی که تو نوشته ها میشد خوند آخرین کلمه بوده که ماریا نوشته بوده، که نوشته بوده افسوس. انگار مثلا یه نوع امضا بوده، پایانش با اون کلمه بوده. اعضای صومعه وقتی میبینن این همچین اتفاق وحشتناکی افتاده، سریع نسخه از نامه رو بازنویسیش میکنن، با تمام اتفاقی که افتاده توی ماجرا یادداشت میکنن، میفرستن واسه واتیکان. اونا میگن که شیطان میخواد ماریا رو از خدا دور کنه، میخواد که دیگه به خدا عبادت نکنه ماریا. ولی خب موفقم میشه شیطان، بازنشستش میکنن ماریا رو، چون همینجوری بیهوش میشده، دوباره بد و بیراه میگفته به خدا. از زندگی بعدش که چه اتفاقی افتاده هیچ گونه اطلاعاتی نیست. یکی از رازا و اسرار بزرگ تاریخ مذهب بوده این نامه، که ذهن خیلی ها رو درگیر کرده بوده، خیلی تحقیق روش شده، به نتیجه نرسیده بودن، تا اینکه سال 2017 توی سیسیل ایتالیا، همون جایی که صومعه قرار داشته، خود ماریا به دنیا آمده بوده، بزرگ شده بوده، یه گروه تحقیقاتی رمزنگاری که در واقع می‌اومدن مثلا یه سری چیزای رمزنگاری شده رو پیدا می‌کردن، رمزگشایش می‌کردن، رو این تحقیق میکنه و با یه سری از الگوریتم‌های کدنویسی شده که از دارک وب خریده بودن. اگه دارک وب نمیدونین چیه، یه دونه ویدیو درست کردم در موردش، اینجا برید نگاهش کنین حتما، بعد که این ویدیو تموم شده نگاهش کنین. میان از اینا میخرن، با یه نرم افزار در واقع جاسوسی و رمزنگاری نظامی شروع میکنن اینا رو بررسی میکنن و میان نگاه میکنن، میبینن کلمه ها تشکیل شده از حروف 3 تا زبان. حالا چه زبانایی؟ همونایی که ماریا بلد بوده، یونانی، عربی و لاتین. ولی خب تا الان که داریم ویدیو ضبط میکنیم 70% از نامه رو بیشتر نتونستن رمزگشاییش بکنن، ولی خب همچنان دارن ادامه میدن. حالا یه چند تا از جمله‌هاشو که خودشون پخشش کردن رو براتون میخونم. خداوند فکر میکند که میتواند مرده ها را بعد از مرگ بیدار کند، اما هرگز نمیتواند. خداوند وجود ندارد و پدر، پسر و روح القدس ساخته ذهن آدم است، فقط من وجود دارم. یه جای دیگه‌ش هم تو جمله اومده بوده، اشاره کرده بوده به یه داستان و اعتقاد رومی که میگه یه رودی هست که آدمای زنده و دنیای آدمای زنده و مرده رو این روده از هم جدا میکنه و میاد میگه که شما الان باید به اون قضیه اعتقاد پیدا کنین. ولی خب من الان دارم میذارم کنار هم دیگه، حرفای شیطونه من دیگه نمیخونه. از اون بر میگه خدا نمیتونه مرده ها رو بیدار کنه، بعد از این بر میگه یه رودی هست میونه مرده ها و زنده ها. میدونی یکم داستان عجیبه. بعد از این که رمزنگاری شده بوده نامه، میان یه نظریه میدن، میگن احتمال داره که ماریا دچار اختلال 2 قطبی بوده و اینقدر مثلا تو این صومعه و اونجا روش فشار بوده از سن 15 سالگی که از دین زده شده بوده، میخواسته یه جوری از اونجا بزنه بیرون فرار کنه، مجبور شده نقش بازی کنه. بعد این داستانی که گفتم روم، مثلا روم باستان اومده یه چیزی رو گفته، خب این همش کتاب میخونده، اومده یه چیزی از اونجا آورده، بعد کلمه ها رو به هم قاطی کرده، خودش این زبانه رو اختراع کرده که بترسونه اینا رو که زبان مثلا شیطانه، بعد از اونجا بتونه بزنه بیرون، که موفقم شده، بازنشستش کرده بودن، رسیده بوده به زندگی عادی. نظریه اینه که این اتفاقا همش توسط خود ماریا به وجود اومده بوده، واقعی نبوده. نمیدونم حالا شما چقدر اعتقاد دارین به این چیزا. من خودم 50-50 هستم رو چیزایی که علم نتونه ثابت کنه. اگر علم ثابتش کرد، گفت که آقا این چیزی که داری دست میزنی داغه، دست دادم میدم داغه، این 100% من داغه. ولی چیزایی که شک و شبهه هست تو ذهنمونه، همیشه 50-50 برامون میمونه. اگر هم خواستی 100%ش کنی، بدون یه جا کارت مشکل داره، تا حسش نکردی، تجربهش نکردی، واقعا 50-50 بذار برات بمونه. دمتون گرم که تا آخر ویدیو رو نگاه کردین. مرسی. هر هفته 2 روز هر هفته براتون در واقع ویدیو میذارم توی سبک داستان‌های واقعی، فکت، اتفاقای ترسناک اینجوری، داستان‌های باحال. حتما چک بکنین، یه کامنت خوشگل هم در مورد این ویدیو بذارین، نظرتون رو بنویسین، لایک هم یادتون نره، سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنین. تا ویدیوی بعدی، فعلا.